امروز یه اجاق گاز داریم که چند تا ایراد داره و یکی از شیراش به شدت صفر شده. اول پیچای گاز رو روغن میزنیم، با یه کاتر چسب دور گاز رو بازش میکنیم و با یه سنگ پیچو تبدیل به دوسو میکنیم و با یه دوسو خیلی سریع میایم گازمون رو باز میکنیم. بعد اینکه باز میکنیم میریم سراغ شیرها. با یه اسپری W40 کامل شیرها رو شستشو میدین، تمیزش میکنین. حالا بعد اینکه شستشو دادیم میرین سراغ باز کردن اون پیچی که گیر کرده. با یه گریس مولیکات کامل داخلش رو تمیز میکنین. شعله رو میبینین ضعیف شده، سرشعله رو برمی‌دارین، ژیگلو رو زیر سرشعله رو با یه بوکس 8 باز می‌کنین، وسط ژیگلو رو تمیز می‌کنی، خود کاسه کامل تمیز می‌کنی. بعد اینکه تمیز کردی هم یه جارو داخلش میگیری قبل اینکه ژیگلو رو وصل کنی تا کامل نفس شعله باز بشه. بعد اینکه جارو گرفتیم می‌بینیم که شعله دوباره زیاد شده. حالا میریم سراغ مشکل بعد. یکی از شعله‌ها نمیمونه. با یه آچار 8 ترمکوبلش رو باز می‌کنیم و میریم سراغ تعویض ترمکوبل. یه ترمکوب براش میذارم، میبینم که مشکلش برطرف شده. حالا میریم سراغ فندکش هم که براش درست کردم شروع میکنیم به بستن اجاق گاز. پلیتاشو دونه دونه میذاریم سر جای خودش و با ترفندایی که تو پستای قبلی آموزش دادم پیچا رو با قلقای جدیدمون میبندیم. حالا میام دور گاز یه فرچه میزنم و یه تست میگیرم و دورشو چسب میزنم و تمام. امیدوارم که استفاده کرده باشید.